اگر اشتباه نکنم از سال 90 شاید قبل‌تر من نرم افزار فتوشاپ شروع کردم و اگر باز هم به عقب برگردم مجددا دوباره با فتوشاپ شروع می‌کنم، چون به نظر این نرم افزار جامع و کاملیه که پیش زمینه‌ای از نرم افزارهای دیگه ادوبی به تو میده. یعنی تو اگر فتوشاپ یاد بگیری بقیه نرم افزارهای ادوبی رو هم خیلی راحت یاد میگیری. من میخوام امروز نرم افزار فتوشاپ رو از اون مقدماتی شروع کنم. بریم برای آموزش. خب بریم برای آموزش دوستان. من فتوشاپ رو باز میکنم. یه چیز توضیح بدم، این در قسمت سمت چپ فتوشاپ اسامی که اومده اون 69 نفری هن که کلا فتوشاپ رو ساختن. گفتم شاید براتون جالب باشه بدونید. خب من الان فتوشاپ باز کردم و با همچین صفحه‌ای روبرو شدم. حالا من میخوام یه لایه باز کنم و وارد محیط کار فتوشاپ بشم. من امروز میخوام محیط کار فتوشاپ به شما معرفی کنم و ابزارهای فتوشاپ یک معرفی کلی به شما بکنم. حالا از اینجا میخوایم یه لایه جدید باز کنیم. کرییت نیو رو من میزنم و یه کادری برای من باز میشه. چند تا گزینه این بالاش داره: ریسنت، سیو، فوتو، پرینت، آرت، ایلاستریشن، وب، موبایل، فیلم و ویدیو. ریسنت یعنی چیزی که شما قبلا باز کردی. حالا هر لایه‌ای که قبلا باز کرده باشی اینجا براتون نشون میده. سیو چیزایی که مثلا شما اینجا مشخصات یه لایه رو میدین و برای خودتون ذخیره میکنین از این قسمت. من مثلا یه مشخصاتی اینجا دادم، این گزینه سیو رو میزنم، حالا اسمشو میزنم نمیدونم لایه 1 و اینجا برام ذخیره کرد. یعنی من هر زمان که بیام تو فتوشاپ اینو بزنم دیگه نیاز نیست اینجا مشخصات وارد کنم. برای من میتونم اینو به طور پیش‌فرض باز کنم. فوتو اندازه عکس، حالا 2:3 3:2 شما یه عکس رو می‌خواید بیارین، حالا بیشتر برای تو آتلیه اینا یا شاید برای خودتون هم لازم باشه مثلا می‌خواید عکسی رو بیارین اندازه‌اش به صورت پیش‌فرض اینجا هست. پرینت هم اندازه چاپه، حالا A4 A3 این B و C که برای ما نیست، برای خارج از کشوره، ولی خب اندازه متفاوت رو اینجا می‌بینیم که حالا به طور پیش‌فرض اندازه‌اش هست و می‌تونیم باز کنیم، نیاز نداره که اینجا بخوایم خودمون اندازه بدیم. حالا گزینه بعدش آرت اند ایلاستریشن یا وب، موبایل، فیلم و ویدیو، اینا همه اندازه چیزایی که به طور پیش‌فرض مثلا تو می‌خوای یک نمیدونم یه والپیپر برای موبایلت بسازی، خب اینجا اندازه‌اش هست دیگه، نگاه زده نمیدونم آیفون فلان، آیپد فلان، اینا همه رو زده، اندروید چند، اینا همه رو زده اندازه صفحه گوشیه. یا مثلا ویدیوی چیزی می‌خوای داخل فتوشاپ بیاری یا کار کنی، اینجا همه اندازه‌اشو زده. یا مثلا می‌خوای کاور تهیه کنی که اندازه‌اش اینجا برات زده، مثلا کاورای ویدیو چیه، چه اندازه‌ایه. وب هم همینطور، برای حالا صفحه سایتی بخوای طراحی کنی یا هر چیزی چیزای مختلف، ولی خب بیشتر چیزی که به کارتون میاد پرینته از این قسمت. و اینکه تو بخوای به صورت حالا خودت اینجا عددی وارد کنی، اونای دیگه شاید به کار تو نشه. در ادامه من توی آموزش بعدی بهتون کامل بگم که به چه کاری میاد و چه کاربردی داره، ولی الان در همین حد بدونین که مثلا از این قسمت میتونی اندازه‌ای که حالا معمول دیگه بخوای چاپ ها 4 کنی یا 3 کنی یا 5 کنی، اینجا اندازه‌اش هست. یا من اینجا میتونم این کادر رو براتون توضیح بدم. اول اینجا میتونم عدد وارد کنم، اندازه بومم، همون چیزی که باز میشه، بک‌گراندی که برام باز میشه، میتونم اینجا عددشو مشخص کنم که چند در چند باشه. اینجا همیشه بر حسب پیکسل، معمولا شما تو سایت هم برین بر حسب پیکسل براتون میذارن عددا رو، حالا هر چیز اندازه رو بزنن. میتونید سانتی متر انتخاب کنین، ولی میگم معمولا به اندازه پیکسل. حالا میتونید انتخاب کنید صفحه که باز میکنید به صورت عمودی باشه، افقی باشه. اینجا روی همین پیکسل این چند میشه باشه. و رزولوشنش من یه توضیح در مورد رزولوشن بدم. رزولوشن هر چه سایز کارتون بالاتر میره رزولوشنش میاد پایین‌تر و بالعکس هر چه کار سایزتون کوچیک‌تر میشه رزولوشنش میره بالاتر. حالا رزولوشن معمولا بین 300 تا 700 میزنن، پایین‌ترش هم دیگه معمولا همون 72 میذارن. برای مثلا بنرایی که خیلی بزرگه نیاز نیست رزولوشن خیلی بالا بزنی، چون باعث میشه اصلا سیستم دیگه نکشه و هنگ کنه. همیشه حواستون باشه که رزولوشن رو درست وارد کنید، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. کالر مود هم حالا چیزی که اینجا خیلی مهمه CMYK RGB گرسکل سیاه‌سفیده، کلا رنگی به تو نمیده. RGB بیت مپ و لب کالا که به کار شما نمیاد و حالا من در ادامه توضیحاتو میدم تو ویدیوهای بعدی. RGB برای اینه که مثلا تو بخوای کارتو توی صفحه مانیتور یا تو صفحات وب
نمایش بدی و CMYK برای اینه که تو بخوای کارتو چاپ کنی، یعنی رنگایی بهتون میده که رنگای چاپ، به رنگایی بهتون نمایش میده که قراره بعداً برای تو خروجی داشته باشه، خروجی چاپی داشته باشه. ولی RGB نه، تو ممکنه مثلا RGB رو انتخاب کنی بعد بری چاپ کنی ببینی چقدر رنگاش متفاوته با تو سیستم. خب چون مودش رو RGB انتخاب کردی. اینجا هم بک‌گراندتون میتونی انتخاب کنی رنگش چجوری باشه، میتونین بزنی روش و اینجا انتخاب کنی که مثلا حالا از قسمت کالر پیکر میتونی انتخاب کنی که چه رنگی باشه، که اینو میتونی تو داخل خود نرم افزار فتوشاپ هم مشخص کنی. معمولا پیش‌فرض سفید میذارم. اینجا هم گزینه ادوانس آپشنه که به نظرم الان اصلا نیاز نیست اینو بدونیم باشه، برای در آینده براتون توضیحاتشو میدم. من اینجا کرییت رو میزنم. حالا وارد محیط کاری فتوشاپ یا ورک اسپیس فتوشاپ شدیم. من اینجا میخوام در مورد محیط کاری فتوشاپ توضیحی بهتون بدم. اول اینکه بگم الان من این لایه رو باز کردم، حالا شما میتونید از این قسمت بالا یعنی منوهای فتوشاپ میتونید اینو به راحتی تغییر بدین، اندازه‌شو تغییر بدین، از این قسمت کالر پیکر میتونید رنگشو تغییر بدین. حالا من اینا رو به طور مفصل در ادامه بهتون میگم. فقط الان یک معرفی از محیط فتوشاپ داشته باشم براتون. اولین قسمت بالا که می‌بینید منوهای فتوشاپه که حالا هر کدومو به طور مفصل در ادامه توضیح میدم. این کادر پایین منوها آپشن بار هست. این وابسته به نوار ابزار، یعنی شما رو هر نوار ابزاری که کلیک کنین اینجا براتون یه تعداد حالا چیزی میاره، گزینه‌ای میاره که شما میتونین تغییرش بدین. یعنی میتونین تنظیماتی که برای ابزارها هست تو این قسمت آپشن بار، اون تنظیماتی که به دلخواهتونه اعمال کنید و تغییراتی که دلخواهتونه. این قسمت سمت چپ فتوشاپ ابزارها هست. ابزارها خب گزینه خیلی مهمی توی فتوشاپ هست که من همینطور که گفتم در ادامه به طور کامل ابزارها رو بهتون معرفی میکنم. در قسمت سمت از پنل‌های فتوشاپه، حالا لایه‌ها، چنل‌ها و این قسمت پنل‌های متفاوت که تو میتونی توی ویندو اینجا اضافه کنی، مثلا اکشن‌ها رو میتونی اضافه کنی، چیزای مختلفی که من به طور مفصل در مورد پنل‌ها توضیح میدم توی ادامه آموزش‌های بعدی. خب این به طور کلی ورک اسپیس یا محیط کاری فتوشاپه. من نمیخوام زیاد این آموزش طولانی بشه، فعلا در همین حد براتون توضیح دادم که بدونین اصلا ورک اسپیس فتوشاپ چی هست، چجوری بتونیم یک وارد اصلا فتوشاپ بشیم. اینو براتون توضیح دادم و در ویدیوی بعدی که براتون میذارم ادامه محیط کاری، این که مثلا من بخوام یه محیط کاری داشته باشم که مختص به خودم باشه، من اینو تو ادامه این آموزش حتما بهتون میگم و میگم برای اینکه طولانی نشه من اینجا آموزش رو قطع میکنم و لینکش رو تو کپشن براتون قرار میدم، آموزش دومی که بریم ببینید همین مقدماتی فتوشاپ و محیط کار فتوشاپ توضیح میدم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. من اسما براتی هستم، به همراه همسرم محمد تو این چنل میخوایم مباحثی در زمینه دیجیتال مارکتینگ رو در اختیارتون قرار بدیم. اگه از این آموزش خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوی دیگه ما مطلع بشید. و اینکه الان یوتیوب بهتون 2 تا ویدیو از ما نشون میده، خوشحال میشیم اون ویدیو رو، یکی از این ویدیوها رو ببینید. مرسی.